محمد غزالی روایت میکند، میگه یک مرد عازم سفر میشود، در راه میبروید، در بیشه میرفت، ناخواسته ای سری راهش یک شیر پیدا میشود. این جان بسیار شیرین ای خواهد سخته، جانش میگیره و میگریزه خفا. شیر از خفاش تخته اومده است، میآید که راه تمام میشود، از پیش یک جری پیدا میشود، بسیار قعرش چقر، یک بطه به دست شاخ یا بطه را میقپه یا نوده بطه را و خچه اویزان میکنه، اویزان میکنه که پایونه نگاه میکنه که خدمه خیلوه در زمین پرت و مستعد نگاه میکنه، یک اژدهار اومده است در همون پایان دهنش باز کرده منتظر ایستاده است که کی همی میغلطیده باشد در کامون فرو ببرمش. ای بالا شیر نعرزد است، ای پایان اژدهار انتظارش دارد، بیچاره جانش در تلواسه غلطیدگی، نه بالا برآمده میتونه نه پایون رفته. همین وقت دو موشک جگر ریخته دیگه پیدا میشوند، همون نوده ای را که قپیده است از ده طرف خویدن را سر میکنه، همین یک پوستکش مونده است، پوستی نوده اگر که کنده شود راست میره در قری اژدها میزنه، در کامی اژدها. بیچاره دیگه دست دل از حیات شست است. همون پهلوی جره نگاه میکنه، یک توسنگ کلون، قدرت خدای تعالی همون توسنگ شکاف شده بود دست به مرور زمان، زنبورای اصل یابایی در هموش سروخی ها هلچه کرده بودن، اصلاش نمیوردن در همونجا ذخیره میکردن. افتاب که تفته هموش شکافی اصلا بیرون شدیان، وقتی افتاب گرم باشه اصل استوستد حجمش کلون میشه، بعد او کشی جوری میشه، تنه همون سنگ پری اصل هم میگه کویا بچشم، کمتر دستاش تر میکنه، در زبانش میلیسه که با درجه اصلی شیرین های. خب بچه میگه شیرین بدست، یک مشتی دیگه میگیره پر میکنه میخوره، همو قدر به همو اصل اووره میشوه که دیگه شیر هم فراموش میکنه، اژدها هم فراموش میکنه، موشکار هم خاطرش میره که حاضی هم نوده را میکنن خلاص میکنن. بعد امام غزالی شرح میده که بنده مؤمن، همون شخصی که من قیسش میکنم تی اشته در سرت بگی، او شیر عجله، ای دل صفتی نفسی بدندش مگیر، او جهل نی صورت از این بیش مگیر، کوتاهی عمر بینگر غره مشو، چندین عملی دراز در پیش نگیر. انمو شیر عجل آهنگی تو داره، قدم به قدم اومده است. او اژدهایی که دهنش باز کرده است منتظر دستوده دوزخ های، همه که کنده شدی راست میره در قعر دوزخ میزنی، عمل که نداشته باشی. یک مرد ریباخور سودخور پرسین میخورده است خونه سوخته، میبرد از بالای بام میغلطه گردنش میشکنه، همه برن در خواب میموننش، شب در خواب پسرش میدروید، پسرش میگه پدر جان چه حال داری؟ پرسیش منکر نکیر چه خیل جواب دادی؟ و تا ای زخته قبر چه خیل خلاص شدی؟ عذاب قبر بر تا چی نوشد؟ بگو بچه جان کدام منکر نکیر، کدام زخته قبر، هیچیش نمیدونم، ای همین بالای بام راست در دوزخ غلطیدم. بعضی گناه های هست، بعضی فسق های هست که به حساب و کتاب صاحب شد دوزخ میبره، به سوال منکر نکیر راست دوزخت میبره. گفت همین بالای بام راست در قعر دوزخ غلطیدم. انمو اژدهایی که دهنش باز کرده است ایستاده است، دوزخ است منتظر ایت ایستاده. او دو موشک، یک تش سفید یک تش سیاه، این همی شب و روز ای هر روز تناب عمرت خویده کم کرده است، یک روز کنده میشه و راست میره در قعر دوزخ میزنه. و او اصلی که او قدر تر مویل کرده است، این همی دنیا های خاک در سر این دنیا که به حد آدم مویل میکنه، به حد آدم غرقه میکنه که دیگه همه را فراموش میکنی. نمازی را که تکبیر اولش از تمام نوش نعمت دنیا اولاتر است، نماز دیگه در چشم هیچ نمیتوه. یک بابای سفر همسایه داره، تاکسیست است، ریشش تا ناف شد باور کنید. یک روز میگه داملو طهارت کرده بودم،
بخواستم مسجد بیام نماز پیشینه بخونم که یک کلینتی 10 سومانی اومد. خیلی چیکار کنیم آخی؟ نفقه اهل عیال فرزای همون کلینت گرفتم بردم اومدم که نماز دیرو کردم. گفتم خب در وسوسه شیطان غلطیدی، خاک در سرت. نمازی را که یک تکبیر اولش از تمام نوش نعمت دنیا بالای و 10 سومانی فروختی، شرم نمیداری؟ یک مرد اعرابی یک روز اومد در مسجد نماز خوند، بسیار سراسیمه، بسیار بیزی. وقتی که از خانه خارج شد از مسجد در نظر دارم صحابه پیغمبر طعنش زدن، گفتن همیرم نماز شده و تو صدقه نمازت کنه، اخو نماز هم خیلی بخونی. اینقدر سراسیمه مثل مرغی که دانه میچینه سر تا سراسیمه در سجده میزنی. حضرت گفت یگان نفرت بریک و هم نمازش خریداری کنه میفروشش. حضرت ابوبکر صدیق از کفاش برمد، مرد گفت یا حضرت صبر کن، همون نماز تا بیا با 10 دینار به من بفروش. 10 دینارش 10 سکه طلا ای. گفت دیوانه شدی تو؟ من عبادت خدا را به تو میفروشم. بیا گفت با 100 دینار بفروشش. گفت نمیفروشم. رفتن گیری ای کفاش صداش کرد، ای مردک 1000 دینارت میتم. ای مرد گفت قسم به خدا اگر تمام دنیا را بتیم اون نماز با تو نمیفروشم، من عبادت خدا را با تو میفروشم. این نزگره می کپیتال آخرتی ما با تو میفروشمش برای همین دنیایی که امروز هست پگه نیست. اما افسوس و صد افسوس امروز احوال ما متقلب شده است. با 10 سومانی نماز جماعت هم میفروشه، ثواب جماعت هم میفروشه. حضرت حاتم اصم یکی از اولیاء الله بسیار شخصی بزرگ است. یک روز سراسیمه مسجد اومد که علاقه مردم نماز جماعت خوندیان، خلاص کردیان. در اومد یکی از رفقاش با نام ابو اسحاق بخاری از جاش خیز گفت یا حاتم انا لله و انا الیه راجعون، تعزیه ما را قبول کن، به سرت مصیبت اومد. بعد حضرت به درد میگه نماز جماعت میگه ترک شد، غیر از ابو اسحاق کسی تعزیه بیان نکرد. اگر بالفرض فرزندم بم برا هزارها آدم خونه میره برای تعزیه بیان کردن. نمازی که ای فرزند هم بالای، ای زن هم بالای، ای مال و ثروت دنیا بالای فوت میشوه کسی پروا نداره، گویا هیچی نشده است. لو مات لی ولد لعزان اکثر من 10,000. اگر پسر میمرد 10,000 آدم اومدن تعزیه بیان میکردن. لان مصیبت الدین اهون عند الناس من مصیبت دنیا. چرا؟ زیرا مصیبت دین امروز در چشم مردم از مصیبت دنیا دیده کمتر شده است. پس این نمازی که با جماعت ما و شما میخونیم یک هدیه الهی است برادران، این نعمت الهی است. باید شب و روز شکرگزاری نعمت خدا را کنیم که ما و شما را خانه خچه راهش نشان داد، ما و شما را اهل مسجد کرد، ما و شما را اهل سجود کرد. میایم عبادت خدا را میکنیم در ساعتی که مؤذن به امر خدا بنده های خدا را به خانه خدا دعوت میکنن. این میفهمه چی دولتی بزرگه. در حدیث قدسی اومده است خداوند بزرگ میگه ان بیوتی فی ارض المساجد، با درستی که خانه های من در روی زمین مسجد ها هستند. فطوبى لمن تطهر فی بیته ثم جاءنی زائرا. پس خوشا به حال او بنده من که در خانه طهارت میکنه یا غسل میکنه بعدم به زیارت من بیاید. یعنی که شخصی که به مسجد میآید خدای تعالی او را زائر خود خوانده است، زیارت کنی خود خوانده است. یک شیخی تبرک باشه صدها کیلومتر هزارها کیلومتر زیارتش میریم که همین شیخ بسیار شیخ متبرک است. خانه خدا هستی، کسایی که به خانه خدا میان زیارت خدا میآیند. خوشا به حالشون. و خدای بزرگ با او بنده هایی که در مسجد بیاین و با ذکر مشغول میشوند فخر میکنه. خدایی که ما را آفریده است از یک نطفه آب منی، خدایی که پدر ما را از یک مشت خاک خلق کرده بود، به همین بنده های ناشد خودش فخر میکرده است که ای ملائکه ها ببین بنده های مرا، اگر چند هوا گرمه، اگر چند داخل مسجد بوغای
بعد عبادت من با ششتی از ذکر گوش میکنن، قال الله و قال رسول الله گوش میکنن. شما نمیگفته که پروردگار رو در روی دنیا آدم خلق نکه که خونی به ناحق میریزن، جور میکنن، ظلم میکنن؟ اینا ببینه بنده های مورا خوشا به حال کسی که پروردگار به او افتخار کنه. کدامین دولت دانی تزیم بیش که خواند کردگارت بنده ای خیش. از این دولت زیادتر میشوه که خدا بگه که فلانی بنده ای ما. یک رئیس ناحیه اگر در مجلس تعریفت کنه تو یک ماه ای شادی را در کرتت نمیگنجی که رئیس تعریف کن. سبحان الله. با یک رئیس اگر یک بار سلام کنی تو یک ماه خرسندی میکنی، میگردی که به فلانی با دستکی سلام کردم. خدای بزرگ با اون مجد عظمت که آفرنده همه این رئیس های با بندش افتخار کنه، قسم به خدا از این دولت زیاد نمیشه. آن عزیز گفت شد 70 سال تازی شادی میکنم و از وجد حال که این چنین زیبا خداوندیم هست، با خداوندیش پیوندیم هست. یک بزرگ میگه که 70 سال شده است که از شادی و خرسندی را در کرتم نمیگنجم که اینقدر خدای بزرگ دارم، خدای مهربان دارم، خدایی که امرم کرده است که پیش قرائت قرآن بسم الله الرحمن الرحیم بگو، به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. این خدایی که به من ای بنده مؤمن گفتم راجعت میکنم، ای بندگان من گفتم راجعت میکنم. تو مشغولی به جویایی عیب کی کنی شادی به زیبایی غیب. تا وقتی تو عیب جویی میکنی که این مردک وقتی ما را گرفته است در اینجا لق میکنه، یا بچه ای را دهنکش کج بدست یا صداش نافارم بدست، تا از کجا به زیبایی غیب میرسی؟ از کجا زیبایی غیب ببینی؟ عیب چشم بکشایی به عیب دیگران، چون بگویم عیب خود کوری بران. عیب دیگران را میبینی اما در خود چنان کوره هستی. فلانی فلان کرده است، بسمدانی رینه قداد است، و خودت یک اندیشه که پروردگار بزرگ مگر به تو نعمت نداد؟ کم نعمت داد است. اگر قسم به خدا هم علیس بگذاریم همه شکرگزاری بدن سالیمونه سال 12 ما سرمونه ای سجده الهی نبرداریم ادا کرده نمیتونیم. فقط الان شکرگزاری بدن سالیمه، بدن سالم که اعضاهای زیاد داره. قسم به خدا اگر فردا روز قیامت خداوند ما را مناقشه کنه ما شکرگزاری همین ده چشم بینامون کرده نمیتونیم، چه برسه به دیگه اعضای بدن. افسوس صد افسوس که به قدر این نمیرسه. شما بزرگی و نعمت چشم بینا را از کورا جویا شوید، نعمت دو گوش شنوا را از کرا بپرسه، نعمت سلامتی بدن این پاهای را که حرکت میکنن میروند از آدمای شل از آدمای مفلوج بپرسه که چی نعمتی بزرگ است. افسوس که نمیفهمه. یک بزرگ به دست از بنی اسرائیل قصه میکنن، عصرهای پیش زندگی میکرده است در شهر. از بس که مردم فاسق و فاجر در شهر زیاد بدن، بیچاره یه روز پیش خدا التجا میکنه که پروردگارا من در اینجا به طوری باید شاید عبادت ترا کرده نمیتونم، همین مردم فاسق و فاجر مانع میشوند. یک بدبخت زیناکار را میبینم تا خیلی مدت غمگین اندوهگین میشم. یک آدم بینماز را میبینم تا خیلی وقت در فکر او میغلطم من نمیتونم که با تو خلوت کنم پروردگارا، نوعی که از این مردم فاسق دور بغلطم در تنهایی عبادتی ترا کنم. قصه کوتاه یه روز که جای سفر میکرده است در کشتی سوار میشود، کشتی در گرداب میغلطه، در گرداب میغلطه، سرنشینای کشتی همه غرق میشوند. خدای تعالی همین راهی و عالم نجات میده، در یک تخته شکسته همون کشتی میچسبه، پروردگار همون را به توسط شمال میاره در یک جزیره میبرورش، یک جزیره ای که مسافش 100 زیرا در 100 زیرا بوده است، 100 گز در 100 گز، پهمیشم و درازیشم، در بین بحر شور، در میان همون سنگ یک چشمه که آب شیرین جاری، در لب چشمه یک درخت انار سبزیدگی،
میآید سایه هم انار میگیره، گرسنه مونده بود در او تو از غرق نجات میشود که خیلی انرژی صرف میکنه. میبینه که در تنه در انار یک درخت یک انوری سبزیدگی، انار میشکنه میخورد، از آب استعمال میکنه، بعد به عبادت خدا مشغول میشود. همین یک کپچک میکنه از برگای درخت، 500 سال در سایه همون درخت عبادت خدا را میکنه. ای همه دور فقط به عبادت خدا مشغول. 500 سال مردم پیش عمرش دراز بود، کم عمرترین مردم اینمی عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اینمی خلق آخر زمان. حتی روایت میکنن یکی از صحابه پیغمبر بوره در یک جزیره میغلطه، یک کمپیره که میبینه که گریه داره بالای سری فرزندش، بچه پیشش میاد میگه موما، میگه بچه چند ساله بود؟ مرد. میگه 300 ساله. سبحان الله. میگه ای تو 300 ساله را میگوی جوانمرگ شدی بچه بود؟ ما 60-70 سال عمر میبینیم میگیم خیلی عمری دراز دیدیم، این نخود در 300 بگوی جوانمرگ شدی. خدا چند ساله ای؟ میگه خودم 500. هم میپرسش نخواهم عمری شما میخواه کم باشه؟ بله میگه ماما دراز عمرترین ماما 70-80 عمر میبینن، نباشه اکثریت در همی 40-50 دنیا میگذرن میروه. با میگه همه عمری اندک کرایی میکنه که با تو سفر کنی و وقت بگذرونی. قسم به خدا اگر عمری ما 60 سال 70 سال میشید سر ما ای سجده الهی نمیبرداشت. میگه کمپی را بینه همین مردک هم از بنی اسرائیل 500 سال عبادت میکنه. وقتی که مردنش نزدیک میشه، مردنش اولیاء الله احساس میکنن، دعا میکنه که پروردگار رو در وقتی سجده جان ما قبض کن تا اینکه فردا روز قیامت وقتی که بنده ها حشر میکنی من ای سجده بخیزم. در همین وقتی سجده بود که عزرائیل جانش قبض می. در خبر است که وقت فردا روز قیامت خداوند حشر میکنه بنده هاشا، با این مرد عابد مراجعت میکنه که تو بسیار مرد صالح بدی، خدا ترس بدی، نماز خوان بدی، بیا با فضل من داخل جنت شو. این فضلش با قول امروزه چهره است قطعی بیا بودم. این عابد میگه پروردگارا چرا با فضل؟ آخه با فضل همون گناهگارا هم داخل جنت میشوند. با فضل میبینم بعض بینمازا هم داخل جنت شدستیان. من میخواهم به عدل بدرم، به حقیقت بدرم. آخه من غیر عبادتی تی یگان کار دیگه نکردم، با یگان عمل دیگه مشغول نبودم، نخواهم هم با چهرهز بدرم. حضرت خداونده میگه بسیار خوب، کب بکشینش یک در ترازوی اعمال عملوش بگذارید. در یک پله ترازو 500 ساله عبادت عابده میمونن، در پله دیگرش فقط شکرگزاری ده چشم بیناره، ده چشم بیناره. 500 ساله عبادت شکری اما بینویش نمیشه، شکری ده چشم بینوش نمیشه. پروردگار میگه اکبری در دوزخ برتوینش. حالی این شکری به گوش شنوا و او زبان بلبل گویا و او قلبی از محبت خدا مالامال یا همش موندگی های. حالی شکرگزاری این چندین هزار اعضای بدن سالیمه که خدمت او را میکرد، این ناسپاس انا را میزد خواب میکرد، بیچاره معده او را حل میکرد، هضم میکرد، سفیده استخراج میکرد، خون استخراج میکرد. همه ای را اگر حساب کتاب کنیم، شکرگزاری این دندانایی که طعام میخویدی میده میشید، شکرگزاری اون لعابی را که ایزری زبانت آب میبروره تا اینکه لقمه تر شوه، اگر اون لقمه خشک در حلقت بروه هم حلقه میدرونه. حالی یوش حساب کتاب نکردیم، برای در دوزخ برتوی نشد. بعد گریه و نولده میزنم پروردگارا عفو توبه کردم با فضلت بگی. بعد میگه هی عابد ترا کی عابد کرد؟ آخی در گرد دی قدر فاسقا زیاد بودن، ترا کی در همین راهی مستقیم هدایت کرد؟ میگه پروردگارا تو. آخی میگه خونه سوخته کشتی غرق شد، اینقدر جوانای با قوت، اینقدر مریکا همه بحر در غرق شدن رفتن، تو یک آدمی فرتود چه خیلی نجات یافتی؟ تو آوازی را نمیتونی، کی نجات داد؟ میگه پروردگارا تو.
در یک جزیره که 100 زیرو در 100 زیرو یک تخت سنگ این آب شیرین کی جوری کرد؟ میگه پروردگارت. آخه میگه ای جوانمرد کدام درخت هر روز میوت میکنه؟ این درخت ها موسمی هن، یک موسمی پزنه به خشک میشود، هر روز در او درخت انار را کی میسوزان؟ میگه پروردگارت. آخه همه را که من کرده باشم تو چی دعوا میکنی؟ همه از من بدست و برای چی میگم که با فضل ما داخل جنت چند میدرود؟ پس این هدایتی که ما و شما یافتیم راه مسجد خداوند برای ما نشان داده است، در قلب و محبت نماز جا کرده است. قسم به خدا نعمت است که اگر تمام عمر شکرگزاری نعمت خدا را کنیم ای هزار یک شکرش عدد کردن نمیتونیم. و قدر این نعمت باید برسیم برادر عزیز. قسم به خدا بسیار نعمتی بزرگ است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه اصحابش نشسته بود. حدیث امام مسلم روایت کرده است. گفت ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من الجنه و مقعده من النار. آگاه باشید گفت ای مسلمانان، هر کدام شما الکی جاتو تعیین، نام جنتی ها در صفحه جنت و نام دوزخی ها در صفحه دوزخ الکی نوشتگی معین الکی. صحابه گفتن یا رسول الله افلا نتکل علی کتابنا و ندع العمل؟ ای پیغمبر خدا گفتن در این صورت عمل چی لازمه؟ توکل به خدا میکنیم مادام که جای همه معلوم باشه همین توکل به کتاب ما میکنیم دیگه عمل نمیکنیم، از این عمل چی فایده نباشه؟ حضرت گفت اعملوا فکل میسر لما خلق له. شما عمل کنی، گفت به هر کس همه عمل میسر میشود که خداوند از برای او خلقش کرده است. فمن کان من اهل السعاده فییسر بعمل اهل السعاده. هر کسی را خدای تعالی جنتی خلق کرده باشه با او عمل جنتی ها میسر میشود. وقتی نماز شد به طاقت میشود، علامو دسترخوان پرناز نعمت میپرتویه و میگه عبادت خدا از همه اولاتر است و مسجد میشید. کسی را خدای تعالی جنتیش نوشته باشه از فسق فساد نفسش باز میداره. جوان است یک دخترک وقتی گپش میپرتویه ترس خدا در قلبش میافته و میگه خدا نگه بداره، حالا انشالله پدرم که زنم داد بعد به مرادم میرسه. و من کان من اهل الشقا فییسر بعمل اهل الشقا. اما هر کسی را خدای تعالی دوزخی خلق کرده باشه بعد انم نمازش دعوت بکنن امروز پگرد میکنن، دلش میل به سوی شراب میکنن، دلش میل به سوی زنا میکنن. یک برادر یک روز نصیحت کردیم که برادر غیبت نکه، غیبت حرامه، غیبت خوردن گوشت برادر مسلمانه. خدای تعالی در قرآن صراحتا این حرام حکم کرده است. گفت حضرت میدونم که غیبت حرامه، اینه که خونه سوخته دل آدم روشن میکنه، غیبت دل آدم روشن میکنه. خاک در همون دل گفتم که غیبت او را روشن کرد. دل مسلمان باید سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر روشن کنه. او دلی که به غیبت روشن میشه او دل مؤمن نیست. ولی دیر نشد از توبه که چرا پروردگار غیبتی را که گناه کبیره است عمل دوزخی ها است اینقدر من معتاد هستم به او، عادت دارم زبان ما از غیبت بسته نمیتونم. پروردگارو چرا این شراب حرامی که تو حرامش حکم کرده بر 10 وجه برای عرق لعنت گفته دل من میکشه و میخرم، ولی که دیر نشد از توبه که به افاقه بیو، زیرا این دنیا زمین کشت آخرت های بعد دیگه پشیمانی فایدت نمیکنه. حضرت مولوی روم قصه میکنه، آن یکی آمد به پیش زرگری که ترازو ده که بر سنجم زره. یک مسافر نزد یک زرگر می آید، زرگر هم میدونی اوخی زرگرها ترازوهای مخصوص دارن، گرم اوس مثل کرات حساب میکنن، چند کرات، این کراتش هم قیراتی خدمونه، قیرات بسیار یک وزنی اندک های، چندین قیراتش با 1 گرم میشود. میایم میگه
заргара ки бародар тарозу табтаиқа тило дорум ами тилоума бисанҷим ку чанд грамм ай чанд қай гуфт хоҷа рав маро ғалбер нест гуфт мизон деҳ бадин тасхар маист гуфт бародар бира ки ман элак надорум гуфт ман айта тарозу пурсидест масқарабозӣ накард элакат ай сарат мона тарозуро битем гуфт ҷорубе надорам дар дукон гуфт бас ин мазоҳикро бимон ман тарозуе ки мехоҳам бидеҳ хештанро кар макун ҳарса маҷеб мусафеда қарш кард хона сӯхта гуфт карӣ девонаӣ ту чӣ ман айта тарозу мепурсам мегӯй элак надорум ҷоруб надорум маймунбозӣ нака битед килоҳома бисанҷам бирам ай пишти корам гуфт бишнидам сухан кар нестам то напидорӣ ки бемаънистам амарда гуфт овозта надарун ман кар нестам мефаҳмам гапта ин шунидам лек пири муртаиш даст ларзон ҷисми ту номунтаиш шунидастам гапта не ки мебинам ки охи ту пир шидагӣ дастот меларза дасти хита раҳ гирифта наметунӣ вақте 30 сол ки ҳад гузашт баъд оҳиста оҳиста ҳаму асабо заиф мешаванд дига одам дасти хича идора карда наметунад даст меларзад он зари ту ҳам қурозаи хурду мурд даст ларзад пас бирезад зари хурд тилот ҳам мебинам ранги қимай тилое ки ай об бигиранаш одатан бисёр майда мешавад реза мешавад худое накарда дар трозу мегӯй брезимаш ки дастат меларзад тилоҳоро дар рӯи замин мечошонӣ пас бигӯӣ хоҷа ҷорубе биёр то биробам зарри худро дар ғубор ва мегӯй ака бира як ҷоруб биёрда тилоҳома биробам бигирам чун бироби хокро ҷамъ оварӣ гӯиям ғалбер хоҳам меҷай хока ки руфти гирифти дар сари дилат мезани охи хока мегӯй ака бира як элак биёрда бибезимаш ман зи аввал дидам охирро тамом ман ҳами аввал андешара кардам ки ҳатман ҳами хел мешавад ман зи аввал дидам охирро тамом ҷои дигар рав аз ин ҷо вассалом бира паноҳ ба худо гуфт ҷои мерай касе туро зуд метабутама наметувад ба ҳазрати мавлавӣ шарҳ меташер мо шуморо насиҳат мекунам нағзи гапа мегӯям з ибтидои кор охирро бибин то нагардӣ то пушаймон явмидин ай ҳамин рӯз охири корта андеша кун то ин ки ба пушаймон нашавӣ ҳатман пушаймон мешавӣ ҳатто аҳли ҷаннат бар ҳамун соате ки дар дунё бар онҳо мегзараву дар ҳамун соат зикри худоро накардиянд пушаймонӣ мекунанд чӣ бираса бар ин дузахиё з ибтидои кор охирро бибин то нагардӣ то пушаймон явми дин ҳар касеро баҳри коре сохтанд майли онро дар дилаш андохтанд худои таоло ҳар касеро барои коре сохтааст ҷаннатиёро барои ҷаннат ва дузахиёро барои дузах гар бибинӣ майли худ сӯи само гар бибинӣ майли худ сӯи само бол мезан мисли он марғи ҳумо агар бибинӣ ки майли муҳаббатат ба сӯи исломай ба сӯи охиратай ба сӯи намозай ба сӯи рӯзай хушо ба ҳолат дар раҳи дурустӣ роҳу дурустай мутаассифона мунофиқон мегӯянд ки кӣ рафт ба дузаху кӣ омад зи биҳишт касе ба дузахи ҷаннат нарафтааст магар пайғамбароро баъзеша худои таоло ҷаннат аз дузаха нишона дод магар пайғамбар имом муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллама худованд набурд ҳам дузаха ҳам ҷанната нишон дод то барои мо шумо баёнаш кунад магар худои таоло дар қуръонаш васфи ҷаннат ва даҳшати дузаха баён накардааст касе ҳамин гапа мега наъузу биллоҳ хавфи куфр бар ӯ мард мерава хавфи ширк мерава анами амалат баёнгартай аз куҷо медунӣ ӯ чӣ касай аз амалаш медунам аз амалаш ба ҳамон амал агар иншоалло мурд модом ки аҳли масҷид буд модом ки аҳли зикр буд модом ки шукронаи неъмати худоро мекард модом ки вақте ки пулаш ба нисоб расида буд закоти моли худа адо мекард пас тибқи ваъдаи худову пайғамбар ин мард ҷаннатиай
گر ببینی میل خود سوی سما، بال میزن مثل آن مرغی هما. مرغی هما را میدونی نه؟ مرغی بخت، مرغی دولت. در قصه ها اومده است که زمانهای پیش اگر پادشاه نخست میمرد، فرزند که نمیداشت، بازی مخصوص بود است، مرغی هما میگن، بازی دولت، همون را میپرتوفتیم در هوا چرخ میزده است، چرخ میزده است در کتف کسی که میشیشته است، همون را پادشاه تعیین میکردیم. اگر به شرطی که میل تا به سوی عبادت خدا میبینی، خشا به حالت شادی کن، انشالله در راهی درستی، راه تا ادامتی. ور ببینی میل خود سوی زمین، نوحه میکن هیچ منشی نسند. اما اگر میل محبت به همین زیناکاری دیدی، به ریباخوری دیدی، به حرام خوری دیدی، به شراب نوشی دیدی، ولی هم دیر نشید از توبه که پروردگارا از من چی گناه گذشته است که اینقدر دلم سخت چیده، از من چی گناه گذشته است که محبت به نمازی ت ندارم، محبت به روزه ت ندارم، محبت به عبادتی ت ندارم، ولی که دیر نشید از توبه کن. پس این هدایتی که خدا برای ما و شما داده است، قسم به خدا واقعا باعثی تقدیر است. خشا به حال ما، خاصتا ما مسلمان ها، چی دولتی بزرگ داریم، چی نعمتی بی‌بها داریم که پروردگار متعال به یگان محنت و مشقت ما و شما را مسلمان خلق کرده است. یکی از سبب‌های اون که بسیاری برادران به قدر این نعمت نمیرسند، به قدر اسلام نمیرسند، همین است که مفت یافتیانش، یگان مشقت نکشید. پدر و مادر مسلمان تولد چه کرده است؟ ای گرانجان خار میبینی مرا، زان که بس ارزان خرید استی مرا. تو میگم ما را خار میبینی برای که ارزان و مفت دستت اومده است. اگر مشقت میکشیدی به قدر نعمت میرسید. در بعضی مسجدها میرای اعلان میشود که امر معروف، نیمی مسجد میبرین میرن، و به قدر این نعمت نمیرسند، به قدر امر به معروف و نهی از منکر نمیرسند. اگر اونا معنای ای را میفهمیدن، ای چی نعمت بدنش میدونستن، در نماز جمعه میرفتن اندک دیرتر که در دروی مسجد جاشونه میرسید، در بالای افتابی تفسان میپرتوفتن جاشونه، مردم هم میدیدن که به چی شوق رغبت گوش میکردن، بعد به قدر این نعمت میرسیدن. اگر اینو در مملکت زندگی میکردن مثل ازبکستان که امر معروف و نهی از منکر معنی اجازت گپ زدن از اسلام نمیتن شو، بعد به قدر این نعمت میرسیدن. افسوس که مفت به دست اومده است، به یگان مشقت. چیزی که مفت بیاید متاسفانه مردم به قدرش نمیرسن. قدر اسلام از مردای بپرسه که بعدا مسلمان شدن که چی نعمتی بزرگی، چی دولتی بزرگی. در هندوستان یک زمان همو در هنگام اجتماع تبلیغی ها یک امریکایی از جاش میخیزه، یک امریکایی زنگی میگه السلام علیکم ایها قوم الظالمین، سلام بر شما ای ظالما، ای قوم ظالم. هم حیران میشوند که سبحان الله، آخی در اینجا مسلمان ها جمعن، داعی ها جمعن، این خطا کرده باشه باز تکرار میکنه. بعد میگن